سال 1220 در محله کن واقع در شمال غرب تهران دیده به جهان گشود. پدرش میرزا قربان علی آملی از باغداران و کشاورزان آن دیار بود. ملا علی بعد از اینکه مجتهدی مسلم و عالمی وارسته گشت، در سال 1262 هجری قمری به ایران بازگشت و در تهران ساکن شد. به تدریج در آنجا ریاست دینی یافت و به عنوان عالمی با نفوذ مقبول عام و خاص و حتی دربار ناصرالدین شاه شد، چنانکه بیشتر مردم ایران مقلد او شدند. پس از انعقاد قرارداد رویتر در 1290 قمری، روحانیت اصیل و چهره مبارز و مجاهدی چون حاج ملا علی در برابر این واگذاری بی حد و مرز نقش رهبری و پیشتازی را بر عهده گرفته، حرکتی که در نهایت با سرسختی و پافشاری ایشان موجب لغو قرارداد رویتر شد.